یک دانه گل نقش خیلی بزرگی دارد. سوریای شجاعت بر این باور است که گل به تفکر و رفتار انسان تأثیر نیک دارد. از این رو با شوهر و نبیره‌هایش در خیابان رودکی دوشنبه آدمان را به تقدیم گل تشویق کردند. وقتی که 16 روز علیه خشونت خانوادگی میگویند، ما باید اینا به طور وسیع فهمیم، نه اینکه خشونت در نسبت همسر، چون که زیاد از خشونت در نسبت مادر، در نسبت همسر، خواهر، بخصوص در جامعه ما. سوریای شجاعت و همسر او جمعه میرزا از ژورنالیستان شناخته تاجیکند. 33 سال پیش عروسی کردند، صاحب 3 فرزند و 7 نبیره هستند. سوریا میگوید در تقدیر آنها گل با هر بهانه نقش بازیده است. من وقتی که قهر میکردم، خب این در جوانی ها زیادتر میشود، یک گلی اون وقتا گوزدی که زیاد بود، میخچه گل، یک گلی میخچه گل کفایه بود، چون که معاش شوهر من به همون میرسید، کفایه بود که من او را ببخشم. با تشبوس این عائله روزگار دیده رهگذران واکنش های گوناگون میکردند. حیرت بود. خوشحال میشدند. بسیار خرسند میشم. من گل خودم دوست میدارم. خواهش هم میکردند. میگلا عروسون که جنگ شدیم میبرم بتیم. نمیفهمیدند. میپسندیدند. یک انسانیت بسیار زور، آدم میتونه خوشحال کنه. تقدیم هر گل به جوانان تاکید همراه داشت. سوریای شجاعت میگوید کیها میخواست در کوچه های دوشنبه این کار را کند، به خاطر مادر مرحومش که صدبرگ را به نهایت دوست می‌داشت. فرزندان این آرزوی سوریا را می‌دانستند و در این روز گل صدبرگ را برایش خریدند تا به مردم تقدیم کند. یک از راه‌های بهترین زدودن همون مثلا غمگینی و همون ناراضگی همسر این تقدیم یک دسته گل است که بسیار آسان، بسیار ارزان هم هست. همین چیز لحظه ها می‌گذشتند و اطراف سوریای شجاعت پر از طلبگار گل می‌شد. حتی ماشین ها هم به خاطر گل می ایستادند. این عائله به این خیابان با دستی پر آمدند و با خوشی خیابان را ترک کردند. با این باور که 101 گل مهر را افزوده خشونت را کم می کند.